سلام به همه، چطوری؟ خوش اومدیم به اولین ویدیوی ما با یه بازی پیکسلی. عجیب بود برام چجوری اینو یه بازی ترسناک تلقی کردن. به هر حال میریم برای شروع ویدیو ببینیم چی در انتظار، ولی فکر نکنم خیلی بخواد ترس اون حس وحشت رو به اون بده. وحشت که شاید شوکم میکنه. این بازی هم فکر میکنم یک نسخه نیست، فکر کنم 1 و 2 و 3 داره. من 1 و 2 3 داره فکر میکنم. یک لحظه من الان میام. آقا من آغاز میخوام سعی میکنم 2-4 تا زیرکس اول رو براتون بذارم، ولی فعلا اسکیپ میکنیم بره، چون اول کار فکر نکنم بخواد خاصی بگه. حقیقتا زیاد به این اولاش این بازی که بهش نمیخوره حتی ترسناک هم باشه علاقه ندارم. مردم همین اول پیدا کردیم. از طرفی هم که من با زبانم ضعیفه سعی میکنم بیشتر اسکیپ کنم، چون فکر نمیکنم چیز خاصی بگن، هم دورن صرف ببینیم مپ هم حالا باید باز کنیم حتما بک بدم. اولین در بریم. مرسی، خیلی شانسی وارد شدیم. اینجا دیگه کجاست؟ خروج نیست. آره دیگه میگم یه سری جواب براتون میذارم. دمه در دعا کردم. یک استخر میکنم. عجیبه اینا چیه؟ این چیه؟ شبیه میگم دارم میگه شبیه نقاشیه که من کشیدم. یه باید اوکی همون همسنهایی که احتمالا قرار شد علا حرف شده خوابین عجیبه بحث دیگه رفتن این بر اوکی
گیمنت یک بازی پیکسلی برام گیمنت هم داره. یه بازی پلی بدی من منو چرا یه رو پرت کنم. اسپیس اولی هدفگیری میکنه دوباره پر بکن. مرسی. اولی هدفگیری دوباره پر. با یه تیکش دیگه من نیستم دوباره برم. یه کاریش میکنم. بله این تیکش رو دوباره میره برکم یعنی من لازم من میخوام ببینم اونی که دیدم چی بوده. بسا ببینم این دره میشه نه. این گیم نتر درست نیدم دوباره ببینم. برو دیگه تو کجا؟ آها اصل بازی اینجا کجاست و 1958 فیلم اف منفی اف با ای و دی هم که چپ و راست میشه. اوکی میگه سر صدا نکن این نوار معلوم میشه. میگه چی بیا بیرون میتونم صدا تو بشنوم. ولی اوزو نمیبینم. پس دیگه میگفت اوزو نمیبینم بعد اوز بگم. اوز استواده والا اوز نمیدونم چرا خب. ولی خب میگه ما نتونستم پیدا کنم. چه خبر شد؟ خب مسکه رفت ولی اون چی بود رو زمین؟
فکر نمی‌کنم دیگه. دنبال چیپ و مایک میگرده که با یک سرستون میگه فکر نکنم از این سم مسکن نمیشه رفت. همین سمت گیم نت میریم. موضوع اینه من نمیتونم برم بیرون. بازی یه جوری درست کردم فعلا. یه جوری درستش کردم که دهن ما حتما سرویس شد. فضای امن جست دیره میزه. اینا کجا برم؟ برگشتیم اینجا همون داری که چیپ و مایک رو بیخیال شد دیگه. من چیپ و مایک رو پیدا کنم. خب مثل که در اتفاق کردیم مستنده اوقات نمیشه فکر نکنم با پیکسل بیارش وحشتی نداره ولی مثل میگه بیا مصده اوقات هم شو. بریم دنبال صدا ببینیم چه خبره. جای هم احتمالاً یا این دره یا این در. اول مستقیم رفت فکر کنم رفت. چیپ و مایک رو بیخیال شد. این دره که اصلا سمتش نمیریم. درای اونورم بیخیالش. درای اینجا مرسی. سری همون داری که اومدی بقیه برا خدا بیخیال چیپ و مایک رو. برگشتیم. بازی تموم شد یا چی؟ میگه این اینجاست. بس میگه تو چه شده مگه نشنیدی بهت زنگ زدم صدات کردم.
گرفتش سری چه غلطی کنیم الان؟ کیبورد خراب شد بیرون دیگه. اومد بیرون. اوکی شد آقا، داستان تموم شد. نه مسکه نشد. تو حالت خوبه؟ نکن بیخیال. ول کن دستو بکش. همه چی اوکی بچه‌ها؟ چیز اوکی؟ شب خوش. یه فکر نکنم. صبر کن جف، اون یه چیز اشتباه شد میگه. بیلاک فایندینگ حالا دارم میبینم چیز مشروط به نظرم میتونه بره خونه بخواب. فکر کنم درست گفتم. قرار نبود اینجوری بشه. اصفاد در خانه. وایسا چیکار کردی با بابای من؟ نفهمید بخش دوتش میگه چطوری میدونی چیزی باید رانندگی کنی؟ 100% وقتی رفتی داخل اون بدن میتونه بفهمه دیگه. چجوری میدونی خونه ما کجاست؟ باش پیاده ده بودو که رفت. خیلی هم عالی. من معمولا شبا میرم تو اتاقم. اوکی اینسکو اوکی داد. چیکار میتونم بکنم؟ چه اتفاقی افتاده؟ باید به مامانم زنگ بزنم. میتونه یه کاری بکنه برام. بابا همیشه گوشی میذاره داخل اتاق خواب. اتاق خواب بود دیگه. اول بگریم خب یه جای مخفی داخل اتاق خودش. اتاق خواب پیدا کردیم. خبر خوب خبر بدی که این اینجاست. یه جوری باید بکشم از اتاق بیرون اول. یعنی صدای باید درست کنم ولی با چی آخه؟ بیایم سری ترای اول آشپزخونه. اینجا چیزی نیست؟ شماره مادرش اینجاست؟ مگه میشه؟ اصلا ببینم مگه داخل گوشی نباید باشه؟ عجیبه. شماره رو نوشته یادش نره بابا. شل مغزی بود. یه برو که رفته در به هر جا بره بهتره. بودو برام سوالی چرا شماره مامانش روی یخچال بود؟ میگه نباید تو گوشی باشه. عجیبه. مثل که یادم نرفت. به هر حال آدم باید تو زندگیش ریسک پذیر باشه. ما تو واقع ریسک داریم چه برسه به بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اتاق خواب. اونم که اتاق خواب بود. گیر نیفتیم. بودو آها اینه دیگه درسته. مرسی. آیا باید بزنیم؟ اوکی خب گم شو زیر تخت. گم شو بودو. یه چیکار دیگه نمیخواد. شما رو مادر رو پیدا کرد. اوکی باش. اینتر ایو بذار ببینم
چی میگه کلام کانتکت مرسی شل مغزی بوده بابا. خب میگه چی 555 یه جا یادداشتش کنم. خب 555 56 83 اوکی. خب بعد بزنیم چی چجوری میزنم 555 56 56 بود آره 83. خب کال کدومه کال زدن اینتر. سلام میگه مامان خیلی اورژانسیه. چه اتفاقی افتاده میگه بابا یه چیزی درست نیست یه چیزی شده. اوکی من میام خونه. هری بود چی بود نمیدونم. اوکی گم شو برو. فعلا فقط باید بچرخیم اگر مادر بیاد میره سمت اتاق نشیمن. نه آره دیگه نشیمن میگه میره سمت اتاق نشیمن. بعد سعی کنیم همون دور و اطراف باشیم. اسواد اسواد میگه چی میگه میگه باید منتظر مامانم باشم. یه میسرم تو اتاق نشیمن باید سعی کنم خودم برسونم اونجا آروم. پس یه لحظه کمودم. خب کمودم جای مخفیه. جارو برقیه رو میزنیم میشه دیگه روشنش کنم. بودو اگه بیاد روشنش کنه اومد. خب مثل که خبری نیست. آقا یه دور دیگه چرا بسم الله الرحمن اوکی مرسی مام مثل که فهمیده داستان چیه برام رفت و قایم شده. میگه مامان بابا یه چیزی شده اون خودش نیست. فکر کنم درست میگه آقا ببخشید اگه اشتباهه. میگه چی میگی درست چی این شوخی داری میکنی اسواد بابات که خوبه دارم میبینمش. تو بعد معنی اضطراری رو بفهمی وقتی که من سر کارم بهم سعی نزن. میگه اما چی میگم کندیس تو میتونی ببینیش فکر کنی. میگه میبینم بابات خوبه. میگه برگرد به اتاقت منم میخوام برگردم سر کارم بیمارستان. دهد شد. میگه اما یه اما داشت اینجا. میگه خودم باید درستش کنم. دهد هست جف فکر کنم منظورش اینه که برگردیم پیتزا فروشی. ولی یه جف آخرش فقط گفت فاین وید چیزی دیگه یه رای برای خودشون نخونه. آخه اینا چیه میکشی بچه مریضی صداش نفونه.
بودو. در خروجی بود دیگه. برگرد. فقط برگرد زیر تخت. Holy shit. عنکبوت اینجا چی میگه الان؟ حالا ما 2 دقیقه صدامون بستیم حرف میزنیم. عنکبوت اینجا چه غلطی میکنه؟ ببین راه درست رفتیم تقریبا. بگم باید یه همون مسیر بریم و خونه خارج شیم. این خرمگس مرکه برو بگیره. غلطی دوباره لوز دادیم آقا. الکی 2 دقیقه صدامون رو بستیم که حرف نزنیم خراب میشه. حداقل این دفعه میدونیم از کدوم اتاق باید بریم. برو دیگه. رفت. بک بده بود. به در کمد. چند دقیقه تو کمد باش. صدای خوبی نمیاد. آقای فردی نفس بیستاب تو حبس کن. به محض که خارج شدیم بودو. نه بله بودو. آقا من گنسم سوس دستی بود. بودو گم شو بیرون. بودو بیرون. پیتزا فروشی و مدرسه و کتابخونه و آشغالدونی. بعد بریم سمت جف دیگه. بودو 100% اومده دنبالم. آقای جف من با شما حرفی ندارم ولی خوب حرف بزنیم ناراحت نشی. چه خبره؟ میگم چه برای اصلا حوصله حرف زدن ندارم. خب برو دیگه چه حوصله حرف زدن باهاتون ندارم. نمیفهمم چی میگه حوصله تو دارم. همین بعد بریم سمت استخر توپه راستی بعد بریم. چرا این ور اومدم؟ بعد بریم سمت استخر توپ.
چرا اینجا اومدم؟ همون جایی که وارد شدیم ازش باید بریم تو دنیای موازی چه سمه. بودو این طولانی شده ما. اوکی برگشتم اینجا. صدای بچه میاد. بچه چی میگه؟ ولی فکر نکنم بچه اینجا باشه. یو جد من زودتر واکنشون چی میگی تو؟ زنی چی میگه؟ مثل میشه باید حرف زد میگه کمکم کن دارم میفتم بیرون. میگه چجوری اینجوری شدی؟ چطور شد که اینطور شد؟ میگه یه چیزی من فکرم گرفت و منو انداخت. متوجه نشدم آقا من شرمنده گله بگیم به من. بعدش هم میگم میتونم کمکت کنم. بکنم بتونم پیچات اینو صفر کنم. نمیدونم یه همچین چیزی. تک و توک. خب آقا ما یه ترای میزنیم برای بیرون رفتن این دفعه. میتونم برم بیرون؟ برم؟ میشه؟ نمیشه؟ خب آقا مثل که نمیشه رفتن. میشه. اومدیم بیرون. میگه کجا برم؟ چه کار کنم؟ از این برم یا از اون برم؟ انتظارش نداشتم حقیقتا اینجوری تموم بشه. اون تکسچر ترسناکی رو میتونست بده. خوبم بود بد نبود. فقط شد وارد می‌کرد. فقط تایم ویدیو زیاد شد. به هر حال باز در پاشکه من داشتم. بازی نسخه 2 3 4 هم فکر کنم داره. اگه بخواستیم بگیم ادامه بدیم یا ادامه این داستانه یا نیست. یه لایک بنداز، کامنت، حسابم بکن. دمت گرم. خداحافظ.